کشتیگیر کشورمون رو با باند آبی سمت راست تسلیح شما مشاهده میکنید. در مقابل حسن جعفروف آذربایجانی که با باند قرمز مبارزه میکنه. در ابتدای کار جعفروف یه دستو کشید اما نتونست تکون بده تا دلاور ما رو و بازم با کتفای بسته. این دستا رو چگونه بسته تا اسیر سبزی بغل‌های کشتیگیر ما نشه. یک بار دیگه در تلاش هست اینکه بتونه شرط برای فنون خودش مهیا کنه. سعیدی اسماعیلی ما که در مسابقات جوانان قهرمان جهان شد، بعد از اون قهرمان المپیک و امسال هم قهرمان جهان شد. حالا در مقابل کشتیگیری که او هم 4 تا مدال نقره و برنز جهان و المپیک رو در آلبوم افتخارات خودش داره. 2022 برنز گرفت در صربستان، 2023 نقره، 2024 موفق شد مدال برنز بگیره و 2025 به کشتیگیر ما باخت و اونجا مدال نقره گرفت. فردا کشتیگیر با مایه 2 دست 1 دست در اختیار سعیدی اسماعیلی هستن که بتونه شرایط برای فنون خودش مهیا کنه. در انتهای تصویر آقای حسن رنگرز رو مشاهده می‌کنید که با چه انرژی و با چه حساسیتی کار رو دنبال میکنه. روی دستان هم دیگه کار میکنن دو کشتیگیر همچنان در تلاش هستن که بتونه شرایط برای گارد حریف خودشو باز کنه. تلاش کشتیگیر آذربایجان حسن جعفروف هم ارزشمند است. برای تقاضا اخطار میشه به درستی. میشه از یه لحظه که با رکبی میرفت و جواب بده و در خاک بشینه. کشتیگیر ما تلاشش بیشتر بود، اومده تا ببره، برای پیروزی اومده، کار کرده روی کشتیگیر ما و ببینیم که چه خواهد کرد در خاک. او هم در خاک میتونه باراندازی بسیار خوب میزنه. سالتو باراندازی به خوبی به سبک ولاسوف حریف رو لیفت میکنه، بالا میاره و در این حالت هم کشتی که در گذشته از او دیدیم توانمندی بالابین وسط قرار گرفته که کشتیگیر ما متوجه نشه از کدوم طرف میخواد بارانداز رو بزنه. سمت چپ و آسان تبدیل میکنه به سعی میکنه حریف رو بیاره بالا و لیفت کنه و از همونجا یه لحظه با بدل کاری دست رو مهار میکنه. دلاور کشورمون از همونجا سعی میکنه رو میکنه و ایزه کار رو نمیده به حریف خودش. رو میکنه و ایزه کار رو نمیده و این فرصت طلایی رو از اون میگیره. حالا به مربیانش میگه که اعتراض کنه، از پای استفاده کرده. ببینیم که تقاضا چالش چی میکنن مربیان آذربایجان و بعد از اون ببینیم که آقای ایگور از قزاقستان، هم آقای مجید رمضانی مربی ما که نکات لازم به کشتیگیر خودش میگه، همچنین آقای مالک از هندوستان، این هم مربی آذربایجان هست که از کنار تشک نکات لازم به کشتیگیر خودشون میگن مربیان. در حالا فیلم بازبینی میکنن هیئت جوری و بعد از اون رأی رو اعلام خواهند کرد. آقای ایگور و آقای مالک اینجا ببینیم که دستشو تا این لحظه که از پا استفاده نکرد در زاویه دیدی که ما داریم. حالا اتحادیه جهانی کشتی و اونجا 4 تا دوربین از 4 گوشه گذاشتن و زاویه دید اونها بیشتر هست از این زاویه که ما چیزی ندیدیم. این هم آقای حسن رنگرز، یکی از بهترین مربیان دنیا، مردی که تیم خودش رو در مسابقات قهرمانی جهان قهرمان کرد با اقتدار نسبت به تیم. خب ببینیم که فعلا که همون یک بر صفر هست. اگر اعتراضشون مورد قبول واقع نشده که بایستی که یه امتیاز به کشتیگیر ما بدن. به هر حال امتیازی داده نمیشه، نتیجه همون 1 بر 0 هست. به دنبال بارانداز هست، یک بار دیگه سعی میکنه بارانداز رو به اجرا بذاره از بیخ کت و حالا سعی میکنه لیفت کنه بالا بیاره، اینجا میره برای اجرای فن پا رو میگیره. یه لحظه اینجا دست سر خود اینجا تلاش میکنه، قرص محکم در خاک نشست، تلاش زیادی کرد حسن جعفروف تا اینکه بتونه امتیاز بگیره. باز هم فیلمو کشتیگیر دیگه هم میدن تا فیلمو بازبینی کنن. بهتر کشتیگیر ما دیگه کاری انجام نداد که بخوان. خب کارت زردی هم به مربیان ما داده میشه و ببینیم که یه 2 امتیاز اخطار و 2 امتیاز. نظرشون بوده که خطا کرده کشتیگیر ما. به هر حال اخطار و امتیاز رو میدن. این مربوط به اون قبل بوده که در خاک نشوندن کشتیگیر ما رو که نتونست بعد اون نتیجه بگیره. به هر حال اونجا یه 2 امتیاز برای جعفروف در نظر گرفتن و کشتی حالا 3 بر 0 میشه به نفع حسن جعفروف. کار دلاور کشورمون سخت و دشوار میشه، اما سعیدی اسماعیلی ما یک کشتیگیر مهاجم هست، جنگنده، جسور، توانمند و همه جای کشتی میگیره. یه لحظه خیز برداشت برای سرزی بغل، اما کاملا روی کشتیش کار کردن.
کاملا رو کشیش کار کردن، حالا رو به جلو حرکت میکنه تا اینکه بتونه شرایط برای فنون خودش مهیا کنه. 20 ثانیه از وقت نخست باقی مونده. 3-0 پیش هست. ما دو دست یک دست رو در اختیار گرفته. دفاع میکنه مرتب. حالا یه قوس میکنه تا جدا بشه از کشتیگیر ما. جعفروف در تلاش است، باز هم در میزن زیر کتفان اسماعیلی. اسماعیلی هم اجازه کار نمیده و 2 ثانیه 1 ثانیه وقتی سینه استراحت فرا میرسه و ببینیم که صحبت‌های آقای رنگرز و تغییر تاکتیکی خواهد داد برای این مبارزه چه خواهد بود. نکات لازم رو تذکر میدن. اینها مربیان آذربایجان هست که مشاهده میکنید. مربیان آذربایجان با حسن جعفروف داننده 4 مدال نقره برنز جهان و المپیک صحبت میکنن. آقای حسن رنگرز آخرین نکات رو میگیدن، کنارش آقای مجید رمضانی او روانه میدان میکنن تا وقت دوم آغاز بشه. 3-0 عقب هست با یک کشتیگیر توانمند، یک کشتیگیری که امتیاز نمیده، گویی امتیاز به جانش بستگی داره. حالا ببینیم که سعید دلاور ما چه خواهد کرد در مقابل این کشتیگیر توانمند، آماده، سرحال و یه جورایی میشه گفت چغه رو بد بدن. چه خواهد کرد؟ کتفا کاملا بسته سعید اسماعیلی. حالا یه مقدار کار کنه جعفروف به کشتیگیر ما اخطار خواهند داد، چرا که وقت اول رو برای این کشتیگیر باز هم سعی میکنه شرط برای اینجا پای حریف از توش خارج میکنه و موفق بشه یک امتیاز از حریف خودش بگیره. یه مقدار کشتیگیر ما کار کنه اخطار خواهند داد، چرا که به کشتیگیر ما اخطار داده بودن و اینجا دیگه حق کشتیگیر ما هست. حالا موفق میشه یک بار پای حریف از توش خارج کنه و کشتیگیر 3-1 میکنه. سعید اسماعیلی همچنان در تلاش هست اینکه بتونه شرپات به یه لحظه با دستو به دنبال دستو سعی میکنه کمرگیری رو به اجرا بذاره، مرتب کار میکنه. تقاضا اخطار میشه برای بنده قرمز. 2 دست یک دست رو در اختیار گرفته، تقاضا اخطار و مورد موافقت قرار میگیره. حالا با خاک بشینه، در خاک بشینه، کشی میشه 3-2 و در خاک به خوبی تراش. در مسابقات جهانی کروباسی وقتی خاک کرد حریفو رفت سراغ کنده فرنگی، نتونست نتیجه بگیره. حالا ببینیم که چه شیوهی رو اتخاذ خواهد کرد. احتمال داره که دیگه نره سراغ کنده فرنگی تو مسابقات خودش، چون تو اون مسابقه نتونست. بله نمیره سراغ کنده فرنگی، کشتیگیر باهوشیه. وقتی تو اون مسابقه از کنده فرنگی نتیجه نگرفته میره برای سالتو براندازی، از پا رو درگیر کرد. احتمالاً ببینیم به این شکل. حالا باز هم در تلاش از این حریف رو ریسک کنه، ببینیم که تقاضای چالش میکنه آقای رنگرز یا نه. یه لحظه پا رو بالا آورد، همون به اعتقاد من به هر حال سعی میکنه کارت خودش رو خرج نکنه، یک امتیاز هم مفریف نده. آقای رنگرز کشی 3-2 است، نه حساس و نفسگیر. 2 دقیقه فرصت داره. باز هم در تلاش از اینکه بتونه با دستو از حریفش امتیاز بگیره. یکی از ویژگی‌های این کشتیگیر اینه که در سرپا هم خوب امتیاز میگیره. هم پای حریف تو خارج میکنه، اینجا به این شکل یک لحظه پای حریف تو خارج کرد و یک امتیاز رو گرفت از حریف خودش. 3-3 برابر. حالا از مربیانش میخواد که اعتراض کنن. اگه اعتراض کنن به نفع ما خواهد شد، چون یک امتیاز دیگه میدن، مربیانش به حرف اون نمیکنن. و کشتیالا 3-3 برابر. اما کشتیگیر چون برنده هست باز یک بار دیگه قوس میکنه، 2 امتیازی داره و اخطار هم کشتیگیر ما داره. به هر حال همون 2 امتیاز دورش هم خودش باعث میشه که او برنده این کشتی باشه تا این لحظه. 3-3 برابر. کشتیگیر ما بازنده هست و بیشک باز هم حمله میکنه و سعی میکنه پای حریف خودش رو با حملات پی در پی اتوشک خارج کنه. حملات کوبنده، ریتمیک حمله میکنه. باز هم در کمرگیری ببینیم مرتب تلاش میکنه. اون کشتی رو بسته. 1 دقیقه و 13 ثانیه. حالا قوس متقاضا اخطار میشه برای باند قرمز، برای باز کمرگیری. اینجا پای حریف رو خارج میکنه و یک امتیاز دیگه میگیره و کشتی رو 4-3 میکنه. یک امتیاز دیگه میگیره از حریف خودش. ببینیم که قبلا داور مثل این سود زده بودیم، چوزو ندادن، فعلا رو تابلو ثبت نمیشه. میگه سرپا باهوش است، میدونی که وقتی نتونست در خاک امتیاز بگیره دیگه 10-20 ثانیه وقت به نفع او تلف نشه. باز هم سعید اسماعیلی تلاش خودش رو بیشتر و بیشتر میکنه. 3-3 برابر هستن، اما کشتیگیر ما بازنده هست تا این لحظه. ببینیم با در
50 ثانیه وقت باقی مونده. 50 ثانیه و یک بار دیگه در تلاش هست تا اینکه بتونه از کمرگیری های خودش استفاده کنه. مشرف رو مهار گرفته، حالا سرگردن رو مال خود میکنه تا تغییر تاکتیک بده. سعید اسماعیلی ثانیه ها به سرعت برای ما سپری میشه. حالا 37 ثانیه یک بار دیگه سعید میزنه با آتش، میزنه زیر کتف حریف خودش، تلاش میکنه تا که بتونه از اون امتیاز بگیره. کشتی کاملا بسته. مربی رو مشاهده میکنه، مربی آذربایجان رو کشتی رو رها کردن، رفته سراغ مربی. باید ببینیم چه کار خواهد کرد. 20 ثانیه فرصت داره. تو این 20 ثانیه میشینه برای کمرگیری. باز هم این کارو نمیده در سرپا. یک بار دیگه در تلاش هست که ببینید کمرگیری خودشو به اجرا بذاره. باز هم در تلاش هست که اینجا ثانیه به سرعت 5 ثانیه میره برش دو کتار رو میزنه و من فقط دو امتیاز 2 یا 4 دلاوری میکنه، بزرگی میکنه. چه دلاوریه، خدا نگهدار دلاور. تو 2 ثانیه 2 کتار رو اجرا کرد و موفق شد یه 2 امتیاز شیرین یا 4 یا 2 بگیره از حریف خودش. با غیرت ایرانی و تعصب ایرانی ثانیه‌های پایانی موفق شد از حریف خودش امتیاز بگیره. مدال طلایی سعید اسماعیلی رو به هموطنان عزیزمون، به خوزستانی‌ها، به دسوری‌ها، به همه از اون قلبشون برای ایران عزیز تبریک میگیم. حالا اعتراض میکنه برای 4 امتیاز دادم. اعتراض میکنن مربیان آذربایجان، چون تیر مفت و گنجش مفت باید اعتراض بکنن، چیز از دست نمیدن. اما یا 2 یا 4 امتیاز داشت واقعا. پنو زد از بالا. و حالا ببینیم که فیلم باز بینیم میشه بلافاصله نظرشون اعلام میکنن. مشخص بود 4 امتیاز داره. چه کشتی گرفت. تو 2 ثانیه غیرت ایرانی و تعصب ایرانی رو معنا کرد دلاور کشورمون، دلاور بختیاریمون. تبریک میگیم به همه هموطنان عزیزمون. اولین طلا رو، چراغ اول رو در طلا روشن میکنه طلایی ما. خسته نباشید دلاور. خدا قوت پهلوان.